شما در طول شبانه روز بارها و بارها جمله کسخل استفاده میکنید. بارها. اجازه بده. نه از شما میترسم، نه گنده تر شما. من دارم، خیلی هم گنده دارم، از کسی هم نمیترسم. بارها و بارها این استفاده میکنید. یه عدتون میگید دیوونه، یه عدتون میگید کسخل. حالا اگر شما میخواید برای من ادا دراری، مثلا بگی من خوبم، یا عدتون میخواید اجازه بده. از شما تو اجازه بده. چیزی که فوتبال ما رو برداشته همین ریاییه که میکنی. شما که تو رفاقت به رفیقت میگی، بعد جای دیگه نمیگی، جای دیگه هم میگی. چه جان اینجا شد زشته. الان شما شدی حضرت علی برای من. ریش داری، فکر به ریش نیست، به خدا به ریش هست، به حضرت عباس، به اینجور چیزا نیست. Bazı gecelerde düşen ya hayalin pencereme, çok bir kış günüydü.